زندگی خورشید در بام من است، زندگی مهتاب در شام من است، زندگی یاری گلاندام من است، زندگی خیام ایام من است. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر برنامه آفتاب باران. با تمنای خوشی های فراوان برنامه نوبتی خش را حسن آغاز می‌بخشیم. در برنامه امروزه نیز با معنی های گرم و صمیمی مهمان خانه شما هستیم. مهمان امروزه برنامه ما دکتر علم های فیلولوژی استاد عزیزمان نورعلی نورزاد میباشند. استاد خوش آمدید میگویم به برنامه ما. در برنامه امروزه میخواستیم یکی از شعرهای استاد لایق را شرح و تفسیر میفرمودید. شیشه ما سنگ خارا بشکند، خامی ما پخته ها را بشکند. میخواستیم که همین شعر را امروز به بینندگان گرامی ما شرح و تفسیر میفرمودید. تشکر زیاد. من قبل از آن که به بحث معنی‌گذاری این شعر شروع کنیم میخوام از رهبریت و دستاندرکاران برنامه آفتاب باران که از جانب شرکت سیمای مستقل اول پخش می شود اظهار سپاس نمایم به خاطر اینکه امسال ما در آستانه جشن 80 سالگی استاد لایق شعری قرار داریم و این برنامه در برابر اینکه تمام سال جریان دارد باز امکان میدهد که ما یاد از استاد لایق کنیم، از شعر جهانگیر استاد لایق، شعری که همیشه شور و شعف و محبت و صداقت در آن است، شعری که واقعا مقرر کننده و نمادی شعر اصیلی تاجیک است که ادبیات امروز ما را در کشور ما و بیرون از آن معرفی میکند. امروز انتخاب این شعر هم برای معنی‌گذاری این غزل معروف که سال 1979 نوشته شده است به سبب است چون همه غزلیات استاد لایق از جمله این غزل همیشه یک تحریک در وجود انسان ها ایجاد میکند. مثلا وقتی میبینیم شیشه ما سنگ خارا بشکند، خامی ما پخته ها را بشکند، آنچنان سنگین مزاج و محکمیم کوزه ما سنگ دریا بشکند. ببینید در اینجا یک در نوبت اول اگر از نگاه هنری از راه شناختی هم معنی و هم هنر وارد شویم، در اصل این سنگ است که شیشه را میشکند. ببینید استاد لایق از توانمندی خود انسان و توانمندی حضور خود شخصیت خودشون سخن میکنن، یا مثلا هم نسلان یا هم میهنان هم وطنان که سخن درباره اون میرود که یعنی نه سنگ خارا بلکه شیشه ما مثلا که سنگ را بگیرن. این در ادب شناسی ما پارادوکس میگویند. یعنی واقعا همین سنتی نادری هنری شعری که در بیشتر قابل استفاده در سبک هندی بود و مثلا ابوالمعانی بیدل در این صنعت نقش موثر دارد. ببینید اینجا استاد لایق با همین نکته برای به خاطر بیان توانمندی بیان قدرت انسان میگن که یعنی شیشه ما میتواند سنگ خارا بشکند. یعنی اینجا قدرت و توانمندی بزرگ انسان مطرح است. و در برابر خامی ما پخته ها شد، یعنی اینجا اما خام بودن ما میتواند پخته ها، یعنی اینم بازم سخن درباره هم مقام منزلت انسان های البته دارای قدرت معنوی است، مثل شاعران و مثل ادیبان و هنرمندان که اینها در وجودشون توانمندی دارند که میتونند خیلی از نیروها را در مقابل خیلی از نیروها پیروزی به دست آورند. ببینید در مثال سیم همین مطلب مشخصا میگن که ما چنان سنگین مزاج و محکم هستیم که حتی کوزه ما سنگ دریا میشد. اینجا یک اشاره است که بیشتر مثلا در فرهنگ زندگی انسان ها برای مثلا ما ببینید در شعر گذاشته ما یا در مینیاتوری ها یا در تصویرهای قدیمی ما عادتا مثلا برای با کوزه برای آب میروند. یعنی ببینید که کوزه که خیلی نازک است اما با همون نزاکتش قدرت دارد که سنگ دریا را بشکند. یعنی در وقتی عادتا در جریان آب‌هایی که با سرعت حرکت میکنند وقتی کوزه میدارن که بگیرد یا با سرعت میزند و میرد یا سنگ میشکنند. لیکن ببینید این توانمندی و این نزاکتی که دارد میتواند قدرتی داشته باشد که قدرت مثلا فوق الطبیعی که از مثلا زورمندی یا وجه یا شیء یا چیزی که در مقابل توانمند است بشکنند. یعنی اینجا بازم سخن درباره انسان میرد. این نکته این مطلب های شعری استاد لایق ما رو به خیال بیت معروف ابوالمعانی میبرد که بلند است اون قدرها آشیانی عجز ما بیدل که بیسه ایش کسی بال و پر نتواند اینجا. این همین عجزی که اصلا خودش ناتوانی است، نمیتواند که چقدر قدرتی داشته باشد که نه همه میتواند به اون برسد. اینجا سخنم در همین است، در همین است. مثلا ببینید آنقدر ساغر شکستیم از علم تا طلسم یک معما بشکنند. یعنی اینجا ظاهرا مثلا وقتی انسان برای رسیدن برای فتح و کشایش یک ابتکار یا یک کار بزرگ
با آسانی به دست نمیبرن. یعنی میگه که ما چقدر ساغر شکستیم تا اینکه یک معما باشه، تا اینکه یک معمای زندگی حل کنیم. یعنی شکستن ساغر به اینجا به معنی البته حالت است، یعنی حالتی مثلا میتونم مثلا مستی عنوان کنم، مستی که انسان نه بر راه بد میبرد، مستی که مثلا انسان از خود اصول لایق هم در جای میگن که مستی ما نه از پستی است میگن، یعنی مستی که با پستی نه، مستی یک شور است، شور اسیانی که ما چقدر مثلا رنج کشیدیم، چقدر شور و اذیت دیدیم تا اینکه یک معما در زندگی حل، یعنی یک مسئله زندگی حل کنیم، یک مسئله مشکلات هم که این توتالیسم یک معما میشکنه. توتالیسم شکستن تعبیر بسیار شاعرانه است که یعنی شکستن توتالیسم این به معنی همون باز شدن، یعنی حل کردن معما. این واژه شکستن استاد لایق واقعا در همین جا بسیار با نزاکت با هم با شیوه بی‌دلانه استفاده کردن، چون در شعر بی‌دل مثلا عباره رنگ شکستن است. رنگ شکستن به معنی تغییر یا شکست رنگ، تغییر رنگ، یعنی شکست اینجا در اصل واژه‌ای که مثلا برای خرابی استفاده میشه. یعنی ببینید که در همین جا طلسم شکستن الان یک معنی نو میگیره، معنی شدن، یعنی کشایش، یعنی واژه شکستن هست و ساختن است. و در ببینید که چقدر اینجا پارادوکس زیبا هست که در شکستن طلسم یک معمای زندگی حل میشه. و در ادامه بازم میبینیم که همین مطلب، همین نکته، همین اندیشه جریان میگه، چون میگه که ما از آن میدان غریبان نیستیم که دل ما به تقاضا بشکنند. یعنی ما اینجا ببینید همینجا از آغاز در هر یک بیت همین واژه شکستن معنیش تغییر میده واسه با واژه‌ای که در کنار و گذاشته میشه، مثل یعنی سنگ خارا شکستن که شیشه سنگ میشکنه در مثال اول، یا مثلا پخته ها را شکستن، یعنی اینجا به معنی مغلوب کردن، و یا مثلا سنگ دریا شکستن اینجا یعنی که اونا کوزه میشکنه، اینجا پارادوکس است، معما شکستن. و اکنون ببینیم که مثلا دل شکستن. بله، یعنی میگه که ما از میدان غریبان نیستیم که بزودی دلی ما شکن، یعنی ما مغلوب کنن. ما از آن میدان غریبان نیستیم. من گمان میکنم که این شعری، همین شعری استاد لایق یک شعاری هست برای امروز ما که امروز در وضع حساسی که جامعه ما قرار دارد. یعنی اینجا یک افاده روحیه ملی بلند تاجیکانه است اینجا. مثلا که من یعنی ما اینجا وقتی که من میخوام پیوندی هم با همین وضع امروزی جهانی معاصر، مخصوصا وضعی که در مرز ما قرار دارد و اون بحث‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی در انتشار مثلا دعواهای بی اساسی بعضی از سیاستمداران و سیاستمداران کشور همسایه قرقیزستان و یعنی که از تحمل پذیری مردم ما به شکل خودشون برن و این اصول لایق همین به همین گونه دعواگران جواب میده که یعنی ما از اون میدان غریبان نیستیم که دل ما را به آسانی بشکنیم، یعنی چون که ما دلی بزرگ داریم، قدرت و توانمندی که در همون تحمل پذیری نفته است. تشکر. استاد عزیز، در این غزل هنر شاعری استاد لایق را چگونه شرح می‌دهید؟ چگونه نوآوری و فکر و ملاحظه خود را، اون فهمیش خود را چگونه در این غزل بیان کرده اند؟ تشکر. یعنی چون که ما اشاره کردیم در بالا اینجا، یعنی از چند دیدگاه اگر ما به این غزل رجوع کنیم، واقعا استاد لایق یک شاعری بر اساس اون مطالعه و آموزه هایی که داشتن از هر مثلا سبک قدیمی ما، مثل از سبک خراسانی یا عراقی و بخصوص هندی، ببینید یک شیوه خیلی، یک سبک فردی و شیوه بیانی خیلی مطلوبی حاصل کردن که هم در واژه‌ها، چون که ما تا جای آگاه داریم و میدونیم که استاد لایق یک میگفتن که هم نسلان هم امروزا میگن که استاد لایق فرهنگ زنده بودن، یعنی اونقدر مطالعه داشتن، اونقدر لغت میدونستن که و همین در نظر اول همین استفاده واژه ها یا واژه هم واژه آفرینی، هم استفاده واژه ها و هم معنی شکاری یا معنی های تازه یافتن، معنی آفریدن در اینجا مجسم است. هرچند که مثلا همین شعر سهل ممتنع، ببینید که مثلا یک شعر روان و خیلی ساده است، اما در وجودش چقدر واژه های ناب هست که یا ترکیب ها مخصوصا که ما با چند تا اشاره کردیم، مثلا طلسم شکستن، یعنی از یک با یک کلمه شکستن چندین تعبیر شاعرانه آفریدن که محصول ذهن و اندیشه خود استاد لایق است. و مخصوصا ببینید ما چون که اشاره کردیم در اینجا پارادوکس بسیار زیبا است که از جمله یکی از پدیده‌های هنری شعر سبک هندی است. یعنی چون که اشاره کردیم با یعنی شیشه ما سنگ خارا بشکن یا خامی ما پخته ها را بشکن، اینا پارادوکس است. و اگر ببینید در بیت مقطع غزل یک جذابیت خاص، یک جلوه های هنری
استاد لایق یعنی هنر شاعری استاد لایق خیلی از چند زاویه روشن می شود. گردنی گردونی گردان بشکنیم، گردنی گردونی گردان بشکنیم، گردنی گردونی گردان بشکنیم پیش از آن که گردنی ما بشکنن. یعنی عباره یکم گردن همه عباره گردن شکستن. این بسیار تعبیری در فرهنگ مردمی معمول، یعنی به معنی دعای بدم استفاده می‌کنن، یعنی به معنی درگذشتن وقتی گردن که شکست و حتی مثلا دعا میکنم میگه دعای بد هست البته گردن شکستن و اینجا مثلا به معنی مغلوب شدن، یعنی پیش از آن که ما اول باید یعنی دنیا رو به کام خودمون یعنی با آرزوی خودمون گردنی گردونی گردان شکستن، یعنی بر علیه همین گردش روزگار که مثلا هر چی یا فتنه میزاید یا چیزهای میزنن میگن در شعار گذشته ما باید ما پیش از آن که این گردنی ما شکنیم، پیش از آن که ما از دنیا رو ریم یا پیش از آن که البته مغلوب شدن نمیگذارد، یعنی پیش از آن که مثلا اگر نامراد شویم باید به مراد دل رسیم. و اینجا مثلا با یک نکته دیگر هست، یعنی گردنی گردونی گردان در پویتیک قدیمه هندی یک نکته است، میگن که یعنی هنر شاعری یا جنبه پویتیک شعر از حرف سر میشه، یعنی یک حرف میتواند که یک نزاکت شعر بده، یعنی آهنگ ناکی یا موسیقیتی همان شعر جذاب نماید. فیغان کین لولیانی شوخ و شیرینکار شهرآشوب، یعنی خیلی عجیب است که همین حرف ش مثل یک آهنگ روان و در همینجا استاد لایق هم مثلا با هم کاربردی حرفی گافی فارسی میگه ما حرفی گ گردنی گردونی گردان و خود کلمه ها میگه که گردن گردون گردان و هر سه کلمه فتن باید حرف فرق میکنه، یعنی گردن که مثلا با آیه که در بر دارد و همین گونه چون یک واژه سازی یک میگه یک در سبک هندی این صنعت میگن بازی با کلمات، یعنی با کلمات چنان کلمه ها جوی کانال خارج گذاشته که این حضرت ابوالمعانی میگن که چون غلغله شور قیامت کلمات هم، یعنی یک رستاخیز کلمات میگه شفقت کنینه واقعا هم یک مثلا همین رستاخیز کلمات ما احساس میکنیم که در این تعبیر که یک مول محصول هنری شاعری اصول لایق است. و در برابر این عکس من میخوام تاکید کنم که یعنی فلسفه همین مطلب که یعنی پیش از آن که گردنی ما بشکنن گردنی گردونی گردان بشکنیم پیش از آن که گردنی ما بشکنن، فلسفه این مطلب در شعر کلاسیک ما هست، یعنی بر علیه بعضی خواسته هایی که مثلا دنیا با انسان میکنه، میگن که میگن مثل یک تعبیر دنیای بی‌وفا یا فلکی کج رفتار میگن در گذشته، یعنی بعضی یعنی این بودن قدرت و توانمندی انسان را نشون میدن که انسان میتواند قادر است که در مقابل همه اینها با همون حتی تحمل پذیریش مثلا پیرو شد. مثلا ببینید حافظ میگه که بیا تا گل برافشانیم من در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم طرحی ندارم. انا اینجا یک پیوند معنوی با همین است که یعنی پیش از اون که همه یعنی گردن شکستن همون فلک را سقف بشکافیم طرحی ندارم. این گفتنی حافظ است. من گمان میکنم که واقعا یکی از غزل‌های البته همه سروده و همه از شعر همه غزل‌ها و رباعی و بیت‌های استاد لایق اشعار ناب و نادرن که امروز به دل مردم نشستن و از دل مردم صدا میدن. به همین خاطر استاد لایق رو همیشه همه دوست می‌دارن. تشکر استاد. واقعا درست گفتید که استاد لایق رو همگان خرد و کلان خاص و عام همه دوست می‌دارند، شعرشان رو می‌خوانند، قرائت می‌کنند، زمزمه می‌کنند، از افتخار میکنند مردم شرفمند تاجیکستان که چنین شاعری دارند که شاعری جهانی است. خوش آمدید میگویم به برنامه آفتاباران. بسیار شرح و تفسیری پرمعنا بود که بینندگان گرامی ما از معناهای دامنه‌داری این غزل واقف گشتند. خوش آمدید به برنامه ما. گفتند و من هم گفتم ای دوستان یادم کنید، رفتند و من هم رفتم ای دوستان یادم کنید، دیروز بودم با شما در محفل عیش و فرح، در خاک تنگی خفته‌ام ای دوستان یادم کنید. در همینجا فرصت برنامه آفتاباران به آخر رسید. تا هفته آینده خیر و خوش میکنیم. خیر عزیزان. همین سال 2021 به فکرم بوده 21 جوربک نبیو 80 ساله شدن، استاد ارتیست خلقی تاجیکستان. من استاد جوربک مرادوف سال آینده 80 سالگیشون. امسال 20 می 80 سالگی لایق شیرالی 1941 به رودکی مردن، 1941 به لایق تولد شدن.
1000 سال به مانند رودکی یک شاعر آمد دردی من و شما گفت درد خلق گفت خدا رحمت کند استاد لایق 80 سالگیشان همین سال اون کس ما با هم پدر بودن هم استاد بودن من میخواستم که برای لایق شیرالی یک قرص بزنید که ما در قصری به نام استاد نشسته ایم جایشان جنت باشد روحشان از ما و شما شاد باشد و تشکر میکنم به پرزیدنت دولت به راهبر ولایت به رئیس ولایت که همین قصر را تعمیر کرده به نام استاد لایق گذاشتن و ببینید چه خیلی جای زیبا شد چه خیلی تالاری خوشرو شد خنده خورشید در دوران نگنجد عیب کیست یوسفی یعقوب در کنعان نگنجد عیب کیست هر کسی را مطلبی و هر خسی را منصبی است نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد عیب کیست نام چون در لوحه‌ای عنوان نگنجد عیب کیست دوست را هر کس به قدری دوست داری دوست داشت مهری جانان اندرونی جان نگنجد عیب کیست عشق ما اندازه های عشق بازان را شکست عارفه در دفتری عرفان نگنجد عیب کیست عارفه در دفتری عرفان نگنجد عیب کیست گیرمانی ملک خواهان گیرمانی مور هست برداری تنگه کی داری دم نگنجد عیب کیست آغزرش این زندگی قانونی نابین بیشته است ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیب کیست ورنه انسانی که در انسان نگنجد عیب کیست عیب کیست عیب کیست عیب کیست